انسان باید که اولا بار انسانی جوان مردی بخواهم من بسوزم، در بین مردم به شرف شوم. نصیحت علما همین است که یعرف حق من هو اکبر من و یوقره. ای خودش کلان سال حرمت کنه، از خودش کلان سالا را حرمت داری کنه. علما را بسیار به درجه بلند حرمت می‌دارد. در شأن آنها سخن گفتن را زبانش نشکاید. اگر کدمی گپ زنه بگه دهن بند، برای تو مناسب نیست. برای میگه رسول الله گفتن که ما وقر شاب شیخا الا قیض الله له شابا عند کبر سینه فیوقره. پیغمبر خدا چی میگویند؟ کدام جوان مردی که آدمی موسفید را حرمت بدارد، آبی طهارت به دستش بدهد، کلوشی او را بماند، یک احترامی دیگه، یک چیزی یک در اتوبوس جاش بدهد، یا در ماشین بگه موسفیده به خانهش برم دعاش بگیرم، یا کم بغلی محتاج یک سه احسانش بکنه، یا در حکومت کارش بود کردن میتونه دلهای همون را بگیره اداره به اداره کاری همون را بود کنه. موسفیدی به عصاره پیغمبر خدا فرمودن در حالت پیری همین مرد در جای همینی کش خدا با یک جوان مردی را خدمتگاری میگرداند. والله راست است، قسم به خدا راست است. در همین دنیا میبینه با او اجر آیندهش در نزد خداست، اجرش در نزد خداست. احسان ملت مسلمان، هموطنان عزیز، دین پاک خدا همه ما و شما را به اخلاق نیک دعوت میکند، لیکن صد افسوس پندپذیر قبول کنندگان نصیحت. گپ اینجا که ما و شما را خدا هدایت بکنه که نصیحت های پیشوامون سید و رهبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را گرفته باشیم.